شخص عقلمندی از حضرت عیسی سوال کرد که در این جهان هستی از همه چیزها سخت‌تر چیه؟ از همه مصیبت ها، از همه بدی ها بزرگتر چیه؟ حضرت عیسی علیه السلام فرمودن خشم الهی. خشم الهی بدترین چیز هاست. بعد اون طرف مقابل سوال کرد خب خیلی چطور از این خشم الهی بتونیم خودمون رو حفاظت کنیم؟ ایشون در جواب فرمودن که کظم غیظ کردن و خشم رو فرو کشیدن. وقتی تو خشم خودت رو بر بندگان خدا فرو کشیدی، وقتی که تو تونستی بندگان خدا رو عفو کنی، خدا هم بر تو عفو میکنه و بر تو آسان میگیره. حالا با مولانا همراه میشین. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ در این جهان هستی چی از همه چیزها سخت‌تر و بزرگتر هست که ما باید هراس داشته باشیم از اون خودمون رو حفاظت کنیم؟ یه وقتایی هست ما از جور سلطان ظالم میترسیم، یه وقتایی هست ما از ورشکست شدن میترسیم، یه وقتهایی هست ما از یه دشمن و یه جبار میترسیم، اما باید بدونیم که سخت‌ترین چیزها اینا نیستن. سخت‌ترین چیزها غضب الهی و خشم الهی. چون جهنم هم اگر سخته، نه به خاطر این که صرفاً آتشه و محل عذابه، نه خیر. چون در همین جهنم اون کسایی که مأموران خداوند در این جهنم هستن، اونا تو جهنم هستن اما معذب نیستن. فرشتگانی که موکلن، مأمورن از جانب الله تعالی، فرشتگانی که محل رحمت خدا هستن، محل فضل خدا هستن، ولی در جهنمن. اونا چون در سخط الهی نیستن، اونا چون در ناراضگی الهی نیستن، تو جهنمن ولی معذب نیستن. مثل زندانبانی که تو جهنم، تو زندانه، ولی زندان براش محل شکنجه و محل سختی نیست، یه مأموره. سخط و ناراضگی پادشاه وقت بر اون نیست، بلکه اون مأمور اون حاکمه، مأمور اون پادشاه داخل این زندان، تو زندانه ولی در شکنجه نیست. لذا سخت‌ترین چیزها حتی خود جهنم نیست. شما یه طرف تکیه میکنه. سخت‌ترین چیزها حتی خود جهنم نیست، سخط خداست، عذاب الله. برای همین نبی ما فرمودن اللهم انی اعوذ بک من سخطک و من النار. خدایا اول از غضب تو، اول از خشم تو، اول از ناراضگی تو، بعد از جهنم به تو پناه میبرم. برای همین بعضی از عرفا در حالت غلبه حال، در حالت استغراق و محویت میگفتن در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را ز حال بهشتیان شرم آید. خدایا حتی اگه جهنم باشه و ما تو جهنم به عنوان مأمور تو، ولی محل رحمت تو باشیم، محل فضل تو باشیم، ولی مأموری در جهنم باشیم، ما همون جهنم رو دوست داریم. بهشت اگر قشنگه، بهشت اگر زیباست، چون مظهر فضل و رحمت الله قشنگه. ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، نیم نومید چون عمرم گذشتن در خیال تو. خدایا اون چشمی که لیاقت دیدار تو رو داشته باشه، من اونو ندارم، ولی ناامید هم نیستم. چرا؟ چون یه عمری با یاد تو، با ذکر تو، با دل دادن به تو، با این امید زندگی کردم. و تو کسی که به تو امید بسته و همه زندگیشو وقف تو کرده، ناامیدش نمیکنه. لذا اینجا سخت‌ترین چیزها خود جهنم نیست، سخت‌ترین چیزها سخط الله،
ناراضگی الله سخت‌ترین چیز هست و این بالاترین چیزی هست که انسان باید از این حذر کنه و بترسه که مورد سخط و ناراضگی ذات الله تعالی قرار بگیره. حالا چیکار کنیم از این سخط نجات کنیم؟ گفتش ای جان صعبتر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد شما. حتی از این سخط خود جهنم می لرزه به خودش، از این ناراضگی، از این عتاب خود جهنم بر خودش می لرزه. گفت از این خشم خدا چه بود امان. حالا چیکار کنیم از این خشم و ناراضگی الله تعالی در امان بمونیم؟ چی ما را از این خشم نجات میده؟ گفت ترک خشم خویش اندر زمان. گو این که تو خشم خودتو به خاطر الله فرو بکش. تو نسبت به خدا کوتاهی نکردی، هیچ چیز دیگر نه، گناه نه، معصیت نه، بغاوت نه. همین نماز امشبی که ما نماز عشا خوندیم، اگر خدا میخواست با ما دقیق حساب کتاب کنه و ما رو در مقابل غفلت هامون، در مقابل بیوفایی هامون توبیخ کنه و تنبیه کنه، نماز امشب ما چقدر با حضور قلب بود، چقدر با متوجه بود، همونطور که قالبم در مقابل خدا بود، قلبم هم در مقابل خدا بود. داشتم با خدا نجوا میکردم، داشتم با خدا حرف میزدم. نماز برای همین حق الصلاة لذکری. همین امشب اگه خدا به خودمون بگه به خشوع و خضوع در نمازت نمره بده، من خودم نمره چند میدم بهش؟ خودم به توجه و حضور قلبت تو نماز امشبت نمره بده، خودت بده. چند مینویسی برای امشب؟ همین امشب الله تعالی بگه به این کیفیت احسان که ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. طوری باید عبادت میکردی. خصوصا نماز قائم مقام دیدار الله تعالی در آخرته. همونطور که نهایت قرب الله تعالی در قیامت دیدار، نهایت قرب الله تعالی در دنیا نماز سجده است. تو نهایت قرب الله تعالی من شما غافلیم. تو نهایت قرب الله تعالی من شما این دل خدا میدونه کجاست. تن بجنبد دل نجنبد آن چه سود. خدا در رابطه با بغاوت ما، گناه ما، معصیت ما نه. اگر همین نماز امشب اونو الله تعالی میخواست ریزبینانه از ما حساب کتاب بگیره، ما شایسته تنبیه بودیم یا نه؟ ها؟ خدایی که داره این همه با من فضل میکنه، با من راه میاد، با من عفو میکنه، با من از من میگذره، از خطاهای من، از بیوفایی‌های من، از غفلت‌های من، از معصیت‌های من. حالا خدا با من داره اینقدر آسان میگیره، من با بنداش چیکار میکنم؟ من نمیتونم فلانی رو ببخشم. چرا نمیتونی ببخشی؟ چون نسبت من کوتاهی کرده. تو نسبت به خدا چقدر کوتاهی کردی؟ خدا داره تو رو میبخشه که